بشنوید از موج رادیوی ما، رادیو آندرلاین فودز. موضوع امروز ما نحوه برخورد با موارد مثبت در نمونه برداری ادواری از محصولات واحد تحت نظارت. واحدهایی که در نمونه برداری ادواری از محصولات آنها موارد مثبت بیش از حد مجاز میکروبی تشخیص داده شده باشد، باید بلافاصله پس از دریافت نتایج آزمایشگاهی بدون فوت وقت خط تولید محصول آلوده متوقف و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود. پس از توقف خط تولید نسبت به ارزیابی نقص، رفع نواقص احتمالی، شستشو ضد عفونی کلیه تأسیسات و تجهیزات اقدام شود. پس از رفع نواقص و شستشو ضد عفونی، فعالیت آزمایشی با حضور و نظارت بازرسی دامپزشکی و نمونه برداری مجدد انجام گیرد. شروع فعالیت مجدد پس از طی مراحل زیر منحوت بر احراز قابلیت مصرف نمونه‌های مخصوص باشد. در مرحله اول اخطار کتبی به مدیریت و مسئول فنی بهداشتی در خصوص رعایت کلی ضوابط و مقررات بهداشتی با درج در پرونده. در مرحله دوم اخذ تعهد رسمی از مدیریت و مسئول فنی بهداشتی در خصوص رعایت کلیه ضوابط و مقررات بهداشتی مربوط با درج در پرونده. در مرحله سوم ارجاع پرونده به مراجع محترم قضایی. همچنین در راهبرد بلند مدت آن اداره کل بایستی نسبت به اجرای مواردی اقدام کند. یکی اینکه برقراری سیستم ردیابی ترانسیبیلیتی فرآورده‌های خام دامی توسط متصدیان واحدهای مربوطه. دوم تجهیزات آزمایشگاه‌های ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به دستگاه‌ها و تجهیزات تشخیص سریع. سوم در صورت تشخیص آلودگی محصول علاوه بر انجام موارد منحوت در راهبرد کوتاه مدت باید سریعا نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات آلوده از سطح مراکز عرضه، ضبط موقت نمونه برداری، آزمایشات لازم و اخذ تصمیم گیری در خصوص محمول اقدام انجام گیرد. بشنوید از موج رادیوی ما، رادیو آندرلاین فودز.